سلام رفقا، من امیرحسین سلیمانی هستم از هلند و اینجا کانال تریدپوره، جایی که میخوایم هم یاد بگیریم هم تقویت بکنیم ذهن معامله‌گریمونو. اگه تا حالا حس کردی چیزی تو مسیر ترید کردنت کمه، بدون مشکل استراتژیت نیست، مشکل از ذهنته که نمیذاره موفقیت رو کسب بکنی. کتاب تریدینگ این دزوم اثر مارک داگلاس، این کتاب بیشک اگه نگم بهترین جزو 3 شاهکار روانشناسی ترید محسوب میشه، چون فقط نمیگه چطور ترید بکنی، بهت یاد میده چطور فکر کنی، تصمیم بگیری. اگر این محتوا رو دوست داری میتونی با لایک و سابسکرایب از همون حمایت بکنی تا ما هم بتونیم انرژی بگیریم و این مسیر رو هرچه قوی تر ادامه بدیم. خب بریم سراغ کتاب. اینجا مقدمه کتابو براتون میخونم. مارک داگلاس میگه هدف هر تریدر اینه که بتونه به طور مداوم سود بکنه، ولی واقعیت اینه که خیلی کم از تریدرها واقعا به این ثبات میرسن. مارک داگلاس میگه دلیل موفقیت اون تعداد کم، نه تحلیل تکنیکال و نه استراتژی خاصه، بلکه چیزی که اونا رو متمایز میکنه طرز فکر و روانشونه. داگلاس از سال 1978 شروع به ترید کرد، در حالی که قبلا توی شرکت بیمه خیلی موفق بود. فکر میکرد میتونه موفقیتش رو راحت به بازار ترید منتقل کنه، ولی خب شکست خورد. در سال 1981 تقریبا همه دارایی‌هاش رو از دست داد. خودش میگه دلیل ضررهاش ترکیبی از اشتباهات در ترید و سبک زندگی پرخرجش بوده. اما به جای اینکه کنار بکشه، تصمیم گرفت روانشناسی معامله‌گری رو بشناسه. در سال 1982 شروع کرد به نوشتن اولین کتابش به نام The Disciplined Trader. نوشتن این کتاب براش 7 سال و نیم طول کشید. داگلاس در سال 1983 شرکت خودش رو تأسیس کرد به اسم Trading Behavior Dynamics و شد مربی ذهنی برای تریدرها، کارگزاری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری. داگلاس میگه توی 17 سال اخیر زندگیشو صرف این کرده که روانشناسی پشت ترید رو باز بکنه و روش‌هایی پیدا کنه برای اینکه چطور ذهن تریدر بتونه موفق بشه. حالا چیزی که کشف کرده چیه؟ مشکل اصلی تریدرها خود بازار نیست و فقط طرز فکرشونه. ذهن ما به طور طبیعی با ویژگی های بازار هماهنگ نیست. بازار بیرحمه، تصادفیه، ولی ذهن ما دنبال قاطعیت میگرده. حالا مارک داگلاس اینجا میگه ویژگی تریدر موفق چیه؟ تریدرهایی که موفق میشن به خودشون و تصمیمهاشون اعتماد دارن، از تغییرات و بی‌ثباتی بازار نمیترسن، به جای ترس تمرکز میکنن روی اطلاعات مفید برای سود گرفتن. 3 باور مهمی که باید تو ذهن تریدر ساخته بشه از نظر مارک داگلاس اینه: 1. لازم نیست بدونی بازار قراره چی کار کنه تا سود ببری. 2. هر چیزی ممکن اتفاق بیفته. 3. هر لحظه توی بازار یه تجربه منحصر به فرده. با این دیدگاه تریدر یاد میگیره که بدون احساسات منفی با یک روش منظم و منطقی معامله کنه، حتی وقتی نمیدونه نتیجه چی میشه. بیشتر تریدرها نمیدونن مشکل واقعیشون نه بازار، بلکه نحوه فکر کردنشون در هنگام تریده. و اینجا مارک داگلاس میاد توی 5 هدف نوشتن این کتاب رو مشخص میکنه. اهداف اصلی این کتاب: 1. ثبات در سوددهی با تحلیل بیشتر از بازار به دست نمیاد. مشکل جای دیگه است و اون ذهن ماه. 2. طرز فکر و حالت ذهنی تریدره که نتایجش رو میسازه. 3. کمک به تریدر برای ساختن باورها و نگرش هایی که ذهن برنده رو میسازه.
مثل فکر کردن در قالب احتمالات. 4. حل تضادها و تناقض‌های ذهنی که باعث میشه تریدر فکر کنه داره درست فکر میکنه در حالی که اینطور نیست. 5. تبدیل این ذهنیت به بخشی از سیستم معاملاتی تریدر در عمل، نه فقط تئوری. دوستان اینجا یه پاورقی هم داره که بعد دیگه تموم میشه. این کتاب یه سیستم تریدینگ آموزش نمیده. قراره بهت یاد بده چجوری فکر بکنی، نه اینکه چی بخری و کی بفروشی. فرض میکنه که شما یه لبه داری، یه اج داری، ولی بهت یاد میده چجوری بهش اطمینان کنی و درست عمل بکنی. هر چقدر اعتماد به ذهن و لبت بیشتر بشه، اجرای معاملات برات راحت‌تر و بدون استرس میشه. خب دوستان اینجا مقدمه کتاب تموم میشه. من سعی میکنم کتابو به زبان ساده بیشتر ترجمه کنم براتون و داخل کانال بذارم. لطف کنین هر فصلی که تموم میشه نظراتتون رو راجع به اون فصل، راجع به صحبت‌های آقای مارک داگلاس برامون بذارین. اگه دوستی دارین توی بازارهای مالی ویدیو براش بفرستین و لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. لطف میکنین. امیدوارم که واقعا این کتاب خیلی بهمون کمک بکنه، به خودم که خیلی کمک کرده و بتونیم که ذهن معامله‌گریمون رو رشد بدیم. تا فصل بعدی فعلا.